میدونم که خیلی دنبال آموزش دوخت آستین گره بودی. بیا خیلی راحت و ساده بهت یاد بدم، خودت بدوزی و بپوشی. پارچه رو از سمت ترکی یک بار تا میزنم تا عرض دولای پارچه 1/2 دور سینه به اضافه 10 سانتی متر بشه. از اضافه پارچه میخوام آستین ها رو برش بزنم. پارچه رو یک بار دیگه تا میزنم تا 4 لا بشه. از قسمت بالای پارچه به اندازه 1 سانتی متر پایین میام و یه خط صاف رسم میکنم. از گوشه 4 لای بسته 9 سانتی متر داخل، 3 سانتی متر پایین میام و هلال یقه پشت رو تشکیل میدم. دوباره از خط بالا 10 تا 12 سانتی متر پایین میام و هلال یقه جلو رو طراحی میکنم. از گوشه گردن اندازه سرشانه رو علامت و 3 سانتی متر پایین میام. شیب سرشانه رو رسم میکنم. از خط بالا 25 تا 28 سانتی پایین میام. خط سینه رسم. روی خط سینه 1/4 دور سینه به اضافه 3 تا 5 سانتی متر رو علامت میزنم. خطی رو از سرشانه تا خط سینه عمود رسم کنم. از انتهای خط سینه هلال حلقه آستین رو تشکیل میدم. از خط بالایی قد شومیز رو پایین میام و علامت میزنم. روی این خط 1/4 دور بازم به اضافه 3 تا 5 سانتی آزادی رو علامت میزنم و به خط سینه وصلش میکنم. از خط پهلو 2 تا 3 سانتی متر بالا میرم برای اینکه لبه پایین لباسم هلال میخوام برش بزنم. دور تا دور خطوط رو با 1 سانتی متر لاپاس برش میزنم. تکه داخلی رو ور میدارم، برای قسمت پشت لباس هست. مجدد تکه روی رو تا میزنم و برش های قسمت جلو رو انجام میدم. از هلال حلقه آستین و سرشانه 1 سانتی متر کم میکنم. برای یقه 7 از انتهای گردن تا دولای بسته پارچه یه خط اوریب رو به صورت صاف برش میزنم. جلو و پشت لباس آماده شد. هر تکه رو تا میزنم، روی دولای بسته پارچه میذارم و برای یقه ها سجاف برش میزنم. سرشانه ها رو روی هم میذارم، با 1 سانتی متر لاپاس دوخت میزنم. برای طراحی آستین پاپیونی یک کادر مستطیلی تشکیل میدیم و عرض 1/2 دور بازو به اضافه 3 سانتی متر و طولش هم که قد آستین هست به دلخواه. از این نقطه 10 سانتی متر پایین میام و به ابتدای خط مقابل به صورت خط صاف وصل میکنم. حالا این خط رو 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم. از نقطه بالا 1 سانتی متر به سمت بالا میرم، نقطه وسط 0 و نقطه پایینی هم 1 سانتی متر پایین میام و هلال حلقه آستین رو تشکیل میدم. انتهای حلقه آستین رو با خط صاف وصل میکنم به لبه پایین آستین. خب قسمت زیر الگو یک کاغذ اضافه میکنم از لبه پایین آستین و از خط وسط آستین برای نوار پاپیونی آستین به لبه پایین آستین یک کادر مستطیلی به طول 30 سانتی و عرض 4 سانتی متر اضافه میکنم. این گوشه رو به لبه آستین هلال میکنم و قسمت پایین نوار رو هم به شکل هلال در میارم. توی خط وسط آستین به اندازه 1 سانتی متر من کاغذ اضافه میکنم که آستینم توی قسمت تاج آستین روی همگرد داشته باشه و باز نشه. به اندازه 1 سانتی متر از این خط بالا به این شکل داخل میشم و تا جایی که میخوایم. معمولاً بهتره که تو همین وسطای قد آستین شما این خط رو امتداد بدید. به این صورت. حالا این قسمت رو هم برش میزنم. این خط رو هم برش میزنم. و به این ترتیب الگوی آستین ما آماده شد. این الگو روی دولای باز پارچه میذاریم و از این الگو به اندازه 4 عدد برش میزنیم. پارچم رو یک بار من به این صورت تا زدم و این قسمت خط ترکی پارچه هستش. یک بار دیگه هم از خط ترکی به این شکل تا میزنم و الگوی آستینم رو در راستای خط ترکی روی پارچه قرار میدم و برش میزنم به این شکل. خطوط وسط و لبه های آستین رو تا میزنم و میدوزم. تاج آستین رو 1 سانتی متر روی هم میذارم و با کوک به هم وصل میکنم. حلقه آستین رو به لباس وصل میکنم جوری که تاج آستین حتما روی سرشونه بیفته و مابقی انحنا رو هم روی هم میذارم و میدوزم.
و در انتها درز پهلوی آستین و لباس رو روی هم میذارم و میدوزم. 3 جافی که آماده کردم با 1 سانتی متر زاپاس به دور تا دور یقه وصل میکنم. دقت کنید که حتما خطوط سرشونه روی هم دیگه بیفته. به هفته یقه که رسیدین 2 تا دوخت نیش بزنید و سپس از روی خطوط دوخت رو ادامه بدید. از مامانم حمایت کنید تا ویدیوهای بهتری براتون بسازه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. راستی زنگوله رو فعال کنید تا آموزش ها رو ببینید.